با سلام خدمت همراهان عزیز. با آموزش نحوه انتقال توکن داکس به کیف پولتون کیپر در خدمتتون هستم. برای اینکه توکن داکس رو انتقال بدیم به کیف پول نیاز هستش که حداقل میزان 42 صدم تون کوین توی کیف پولتون داشته باشین تا بتونین کارمزد اون رو پرداخت بکنین و توکن رو انتقال بدیم به کیف پولتون. در ابتدا ربات داکس رو باز کنید. اگر دکمه کلایم آنچین رو مشاهده نمی کنید، روی گزینه وات کلیک کرده و مراحلش رو طی بکنید. اگر مجدد مشاهده نشد، چندین بار این کار رو انجام بدید تا دکمه کلایم برای شما ظاهر بشه. در ادامه روی دکمه کلایم بزنید تا وارد رباتی بشین که این انتقال رو برای شما انجام میده. وقتی وارد ربات شدین، دکمه استارت رو بزنین. مجدد دکمه کلایم داکس رو بزنید تا وارد ربات بشه. بعد از ورود به ربات باید دکمه کانکت ولت رو بزنید. بعد از زدن این گزینه صفحه‌ای باز میشه که میتونید داخل اون کیف پول مورد نظر خودتون رو انتخاب بکنید که ما در اینجا کیف پول تون کیپر رو انتخاب میکنیم. بعد از اینکه وارد کیف پول شد، روی گزینه کانکت ولت مجدد کلیک میکنیم. گزینه دان که ظاهر شد یعنی که اتصال ما به کیف پول برقرار شده و مجدد وارد ربات میشه که اونجا آدرس کیف پول در قسمت بالا نمایان میشه. اگر با گزینه بیزی نتورک مواجه شدید نگران نباشید. این به خاطر ترافیک شبکه است و شما با چند بار رفرش کردن صفحه میتونید که صفحه اصلی رو مشاهده کنید. وقتی که این صفحه رو دیدین، گزینه کلیم نا رو بزنید تا بتونید به کیف پول متصل بشید و این تراکنش رو انجام بدید. در این قسمت کارمزد و میزان داگی که شما دریافت میکنید مشخص شده که با کشیدن این فلش به سمت راست تراکنش انجام میشه و بعد از مدتی توکن ها رو میتونید دریافت کنید در کیف پولتون. برای اطلاع از ایردراپ های بعدی و زمان لیست شدن اونها و نحوه فروششون در کانال تلگرام ما که در پایین صفحه گذاشته شده عضو شوید